سلام علیکم، خوش اومدید به چنل خودتون، چنل علیمو. بچه توی این ویدیو قراره که بریم یه دو تا فیلم کوتاه ترسناک ببینیم و با هم ریاکت نشون بدیم ببینم من میترسم یا نه. و خب این فیلم ها هم ممکنه توش جامپ اسکر داشته باشه، هم ممکنه جامپ اسکر نداشته باشه. و خب خیلی خفنه ویدیوهاش. چند تا رو گشتم، اسماشون رو دیدم، هیچ کدومشون رو تاکید میکنم ندیدم، فقط گشتم و اسماشون اونایی که تاپ بودن آوردم. بله. این اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ حاجا کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ و اسمشون رو توی ویدیو میگم بهتون. بریم ببینیم چی جوریه. قبل از هر چیز فقط لایک و کامنت و سابسکرایبی که انجام میدید به من انرژی میده. خیلی مخلصیم. بدونش معطلی بریم سراغ ترسیدنمون. برو. خب بچه، اسم اولین ویدیوی ما هستش دابل ویژن، یعنی رویای دو برابر، رویای دوبل. نمیدونم توصیفش کنم یعنی چی جوریه فیلم. بریم ما هم ببینم من در چه حدی میترسم، در چه حدی استرس میگیرم، چون من واقعا از چیزهای ترسناک و فیلم‌های ترسناک و بازی ترسناک متنفرم و میخوام با ترس خودم روبرو بشم. بریم ببینیمش. اولای فیلم که میگه که قراره که یه فیلم کوتاه خیلی خفن ببینیم. آماده باشیم برای رسیدن. چشای دختر از همه چیز ترسناک‌تره. تا اینجا که چیز ترسناکی نداشت. امیدوارم که تا تهش همینجوری باشه. این فیلم هم 5 دقیقه است. Oh shit. ترسیدم. من ترسیدم. آدم ترسیدم. کافی جامپ اسکر نداشته باشه. واقعا عرق کرد. Oh my god. از قیافم معلومه چقدر ترسیدم، نه؟ قشنگ معلومه ریدم تو خودم.
مگه در رو نبسته بود؟ قفلش نکرده بود؟ چرا الان در باز بود؟ Oh my god. وای پسر، من قشنگ معلومه ببینید عرقا دستم داره برم میزنه. در این حد ترسیدم و استرس مردم. استرسم رفتش بالا و آدرنالین وارد شدش. الان معنی اون رویای دوبلو میفهمن که یعنی چی. واه این جامسکر آخرش واقعا مزخرف بودش. یه ویدیو دیگه هم هستش، اونم بریم ببینیمش، ببینیم چجوریه اون یکی. امیدوارم که از این بدتر باشه، ولی در این حد ما رو نترسونه. بریم ببینیمش. خب بچه ها، ویدیو بعدی 3 دقیقه و 50 ثانیه است و اسم فیلم هستش Close Your Eyes. چشمهایت را ببند. بریم ببینیم. اون که چشمامون باز بودش اونجوری بودش، دیگه داره بهمون میگه چشمامون رو ببند. بریم ببینیم چی میشه دیگه. تش قلبمون میگیره میگفتیم میبینیم. Let's go. Martin? Martin, what are you doing? Sleepwalking? میگه چیکار میکنی؟ She told me if I close my eyes, یه نفر رو میگه she'd tell me چشمامو ببند. secrets. این یه چیز شخصیه. Said that. کی بده؟ Listen. You have to knock. Close your eyes. واقعا دارم I don't hear anything. میشم. Sorry. I must be dreaming. Martin? الان تازه در زد.
چه مرد. او شیت. او وای. Oh my god. واقعا که اینجوری کردم خواستم مطمئنشم که چیزی به من چسبیده یا نچسبیده. خدا رو شکر نچسبیده بودش. لعنت بهش چقدر بد بودش آخه. خیلی بد بودش، ولی قبلی مقدار ترسناکتر و مثلا اسکریپی تر بودش، یه مقدار بیشتر ترسوندن تا این یکی یه ذره مثلا همش دوستش بدونی چی میشه، چجوری میشه، مثلا خدای من نیاد مثلا فلانش کنه فیساش کنه، چی میخواد بشه چی میخواد نشه. اینجوری بود تقریبا، تو همچین فازمایه هایی بودش. ولی قبلی واقعا منم ترسوندش، اون جام اسکری که مثلا داشت، اون چیزی که داشت ترسون منو واقعا. و این بودش از Close Your Eyes اگه اشتباه نکنم Close Your Eyes بود و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خب بچه ها دمتون گرم که تو آخر ویدیو اومدید و من دیگه آخر ویدیو بلند شدم وایستادم و باهاتون خداحافظی کنم. حتما اگه تا ته ویدیو اومدی که قلب منی، این قلبی یا این قلب که نیستش مگه این اسمه، این لایکی که اینجاست حتما بزنش به من کلی انرژی بدی. دکسمه چی میگم من انقدر ترسیدم دیگه نمیدونم درست حرف بزنم. دکمه سابسکرایب حتما بزن که بابا ما رو بترکونید دیگه، اون دکمه‌ای که میزنی قلب منی و به من بگید اگه تا اینجا اومدید توی کدوم قسمتش بیشتر استرس گرفتید و ترسیدید. آقا خیلی دوستتون دارم، مراقبت کنید از خودتون. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا پیس اوت.